به نام خدا جلسه چهارم و جلسه یه مرور سریع بر اون چیزایی که توی این سه جلسه اول یاد گرفتیم. خب اولین چیزایی که گفتیم این هستش که در واقع ما توی این نماهایی از ایمیجینگ که داریم چیزا رو در واقع عکس سیاه‌سفید بهمون میدن و خب بر این اساس از هم تشخیص میدیم که در واقع ساختارها چی هستن که در واقع دنسیتی که تا حالا توی عکس میافتن. گفتیم که ایر کمترین دنسیتی رو داره و متال در واقع بیشترین دنسیتی رو داره و طیف بینشون در واقع چربی، مایع و سافت تیشو و کلسیم هست که در واقع هوا تیره تر دیده میشه و در واقع استخوان سفید تر دیده میشه. این چیزایی هستش که در واقع 5 بیسیک دنسیتی که داخل عکس‌ها باید بهشون توجه کنیم. مورد بعدی اومدیم ایمیجینگ های مختلف تعریف کردیم. گفتیم سیتی رو داریم که در واقع سیتی عکسی هست که بهمون همه چی رو نشون میده، در واقع میتونیم ازش نماهای مختلف بگیریم. کاربردش زیاد هست، میتونیم در واقع توی سیتی آنژیو استفاده کنیم از نماهای مختلفش، در واقع استخون رو بهمون نشون میده و ولی خب برای نمای بافت نرم اونقدر کاربردی نیست. بعد مورد بعدی اولتراساوند گفتیم که در واقع مدالیته سیفی هستش، کاربردهای زیادی داره. MRI رو گفتیم برای بافت نرم خیلی برامون کاربرد داره، اما خب به هر حال گرانتر از مدالیت‌های دیگه هست. برین رو به خوبی بهمون نشون میده، برای بررسی برین خیلی کاربردی هست. مورد برای فلوروسکوپی برای بررسی GI رو گفتیم و پزشکی هسته‌ای و پت اسکن و در واقع هول بادی اسکن رو براتون توضیح دادیم توی این جلسه اول. مورد بعدی گفتیم که در واقع اولین چیزی که ما نگاه یه عکس رادیولوژی میکنیم 5 تا مورد هست که اینا میتونیم ببینیم اون تکنیک رادیولوژی مثلا و تکنیک عکس گرفتن مناسب بوده یا نه، که خیلی مهم بود توی اینکه ما بخوایم یه عکس رو تفسیر کنیم، چون ممکن بود اگه هر کدوم از اینا دچار مشکل باشه تفسیر ما با مشکل بخوره. گفتیم پنتریشن عکس رو نگاه میکنیم، در واقع پنتریشن همون بود که ببینیم نفوذ اشعه بهش کافی بوده یا نه، که در واقع گفتیم نمای این سایه این استخوان‌های ورتبرا رو می‌بینیم داخلش که اگه در این حد باشه یعنی پنتریشن زیاد باشه، اگه پنتریشن یعنی مناسب است، اگه پنتریشن زیاد باشه این عکسمون سیاه هست، در واقع ساختار ریه به خوبی نمیافتن. اگر هم کم باشه در واقع سایه و نیم سایه زیاد میشن، ساختارها به نظر بزرگ میاد، به نظر نمونیا میاد، به نظر حتی در واقع یک احتباس مایع به نظر میاد. مورد بعدی بعد از پنتریشن گفتیم اینسپیریشن هست، بشماریم تعداد دنده ها مناسب باشه، توی دم گرفته باشه. 10 تا باید پوستریور ریب ببینیم. پوستریور ریب هامون هم گفتیم در واقع همین ریب هایی هستن که هوریزونتال قرار گرفتن. اگه بیمار حالا بیمارستانی بود یا خوابیده بود 8 تا 9 تا برامون کافی هستش. مورد بعدی روتیشن هست که چک کنیم، چون که اگه روتیشن داشته باشه ممکنه فکر کنیم که ساختارهای داخل قفسه سینه در واقع جابجا شدن، ممکنه فکر کنیم احتمالاً توده‌ای بوده، کششی بوده، در واقع هل دادنی بوده که در واقع این ساختارها جابجا شدن. از کجا فهمیدیم؟ در واقع از ساختار تراکان میفهمیدیم که در واقع باید روی نواحی اسپاینال پروسس ها باشن و دو سر کلاویکل تا در واقع فاصله شون باید از این اسپاینال پروسس ها به یک میزان باشه که روتیشن رو بررسی می‌کنیم. بعدش مگنیفیکیشن رو گفتیم که گفتیم هر ساختاری نزدیکتر باشه به اون ناحیه‌ای که ازش قرار عکس بگیرن در واقع نزدیکتر میفته به سایز اصلیش. گفتیم برای همون عکسمون رو PA میگیریم که عکسی باشه که در واقع چون که می‌خوایم ساختار قلب رو ببینیم که اندازه‌هاش اندازه‌گیری کنیم و خب کاردیومیگال هستش یا نه، از نمای BPA استفاده می‌کردیم که کمترین مگنیفیکیشن رو برای قلب داشته باشیم. مورد بعدی انگولیشن ها هستش که در واقع زاویه گیری بیمار هستش که این رو هم باید حواسمون باشه که در واقع بهش توجه کنیم. مورد بعدی هم گفتیم همین دیافراگما رو حواستون باشه که اینجا ناحیه سیلوئت میسازن، همین دیافراگما راست بالاتره، گفتیم نافریه توی سمت به جاش چپ بالاتره و خب این هم از مواردی بود که توی این جلسه گفتیم. میریم سراغ موردهای بعدی که باید توی عکس بهشون دقت میکردیم. ما توی جلسه سوم گفتیم که در واقع ما یه سری ساختارها هستش که حتما باید توی چست ایکس ری بهشون دقت کنیم. گفتیم یکی از نواحی‌ها ناحیه شفاف رترو استرنال هستش که در واقع باید یک ناحیه شفاف بین استرنوم و آورت صعودی باشه که اینجا باید همیشه خالی باشه و اگه در واقع مشکلی باشه احتمالاً لمفادنوپاتی های اینجا هستن. ناحیه بعدی ناحیه هایلوم هست که گفتیم که در واقع دیسکرت مس نباید اینجا ببینیم و خب در واقع عروقی هستن که از اینجا رد میشن.
موارد بعدی گفتیم فیشرها رو بررسی می‌کنیم. این خط مشکی میجر فیشر هست و این ناحیه سفید ماینور فیشر هست. و خب از کجا می‌فهمیم که در واقع این عکسمون به خوبی گرفته شده؟ دنده‌های سمت راست و چپ باید روی هم دیگه بیفتن. اینم از فیشرها که گفتیم اگه ضخیم شدگی داشته باشن باید بررسی کنیم فیبروز هستش که یا ماهیت جمع شده و خب معمولا هم دیده نمیشن فیشرها. ناحیه بعدی توراسیک اسپاینه که گفتیم از بالا به پایین باید تیره تر شده باشه، حواسمون باشه اگه اینجا سفیدی داشتیم و یا اینکه مثلا در واقع یک تراکمی داشتیم احتمالاً نمونی لوب تحتانی رو در نظر داشته باشیم. و خب گفتیم که فاصله هاشون در واقع این باید ببینیم موازی هم دیگه باشه نسبت به هم دیگه و فاصله دیسک اسپیس ها از بالا به پایین بیشتر میشه یا اینکه هر مهره‌ای مساوی با بالایی یا بیشتر از اون است. و گفتیم که یه سری ساختارهای رکتانگولار هستن. اگه تغییر در شکل داشتن، تغییر در سایز و ارتفاع داشتن، حواسمون به تغییرات اوستئوپروز و تغییرات در واقع دژنراتیو باشه، اوستئوفیت ها رو حواسمون باشه. مورد بعدی در واقع دیافراگم بود که گفتیم توی سمت راست میتونیم به صورت کامل از فرونتال بررسیش کنیم و ناحیه سمت چپ رو باید به صورت از لترال فقط میتونیم ناحیه پوستریور شده بررسی کنیم چون ناحیه انتریش با قلب سیلویت شده. در واقع توی لترال هم اون ناحیه از در واقع دیافراگم که با قلب سیلویت نداده همین دیافراگم سمت راستمونه و اونی که با قلب سیلویت داده همین دیافراگم سمت چپمون هست. و این هم از جنبندی 3 جلسه‌ای که داشتیم. اینم قبل از اینم که گفتیم استخوان همون رو حواستون باشه که اشتباه نکرده باشیم. CTO رو براتون گفتیم که در واقع چه کاربردهایی داره و در واقع این هم یه تشخیصی از CT هستش که در واقع اینجا برونکوس ها رو میتونیم ببینیم، برونشویال ها رو میتونیم ببینیم، اینجا تراکه هست، آورت و پولمونری و دو شاخه شدنشون در ناحیه کارینال میتونیم ببینیم. این هم ناحیه فیشرها در CT. این هم از جنبندی چست ایکس ری جلسه اول تا سوم. امیدوارم که استفاده کرده باشین. لطفا جلسه قبل رو هم اگه یادتون نمیومد این جلسه حتما جلسه قبل رو یه مروری داشته باشین. جلسه رو سعی می‌کنیم کوتاه درست کنیم که مرورشون هم راحت باشه. خسته نباشین.